وای وای چقدر مشق دارم. ای خدا تا کی باید بنویسم؟ دیگه صبر و تحملم تمومه. ای خدا حسنی تو که همیشه داری قور میزنی مادر. بشین ببینم. آخه بابا بشین مشقاتو بنویس. مگه چقدر مشق داری؟ خستم کردی. هر روز باید 5 ساعت بشینم تا یه مشق یه صفحه رو بنویسی. ای وای آخه همه بابا بچه‌هاش اینجوری یعنی؟ آره دوستام همیشه تعریف میکنن. بابا خب به خدا مشق زیاده. این همه مشق من بیکارم بنویسم. چقدر بی‌طاقتی پسرم. تو که تازه اول راهی. تازه اولشه که این تموم میشه. به سلامتی. یکم صبر داشته خدا. باش تموم میشه. همه چی باید مرحله به مرحله تموم بشه. راهنمایی، دبیرستان، بعد انشاءالله دانشگاه. خدایا. تو تازه ابتدایی هستی. یکم صبر داشته باش. اصلا میدونی بابا من گرسنمه دیگه مشق نمی‌نویسم تا اینکه شام صبر بخورم. کن یه نیم ساعت دیگه. نیم ساعت دیگه؟ ای خدا چرا همه چی اینجوریه؟ تا نیم ساعت دیگه من میمیرم از گرسنگی مامان. ای خدا چرا هیچکی به حرفم گوش نمیده؟ پسر عزیزم اینقدر خودتو اذیت نکن. چیزی نیست که یکم مشقه. بشین بنویس. بشین. بابا من میرم غذا رو حاضر کنم تا اون مشقاتو بنویس. بابا تا خدافظ. نیم ساعت دیگه من خواهم برد. ای خدا تا کی مشق بنویسم؟